به نام یاد الله منان، هموطنان عزیز، سلام به بزرگترین و معتبرترین مرکز خدمات املاک در افغانستان یعنی افغانزیست خوش آمدین. امیدوار هستم که خوب و صحت سلامت باشین عزیزا. در هر گوشه و کناری از این کره خاکی که هستین همیشه دلتان شاد و لبانتان بخنده باشه. و تندارای نازنین به تعقیب برنامه های قبلی این بار یک قصری بسیار اموت زیبا و مقبولی را برای شما و تصویر کشانیدیم. عاجل فروش است عزیزا، با مساحتی در حدود 300 متر مربع، قباله شرعی به نام شخص هم موجود، یعنی اسناد قانونی. عزیزای بنده، این ساختمان عاجل فروش است. من جزئیات کامل این ساختمان یک مرتبه همراه شما شریک می سازم. 300 متر مربع مساحتش است. آدرسش در ناحیه 11 شهر کابل 315. عزیزایی که آدرسی دقیق تر خواستم، باز میشه که شمارهایی که در اسکرین از ارتباط شوند، همکارای ما آدرسی دقیقی حویلی را برایشان شریک می سازه. 300 متر مربع مساحتی ساختمان است. 16 اتاق داره، 11 تشناب، 4 آشپزخانه، 3 متر مستقل داره که 3 متر برق است. آب شیرین، همچنان قباله هم که در اول برای شما تذکر دادم که قباله شرعی و یک قیمت خیلی مناسب و ارزان است. به شکل آپارتمان شکل جور شده ای ساختمان همزمان میتونه که چند فامیل در این ساختمان زندگی بکنن و شما میتونن از جایی که مثلا میخوان اینجا را خریداری بکنن میتونن که به کرا بتن. 4 فامیل 3 فامیل اینجا همزمان میتونه که زندگی بکنه و یک عاید خوبی را اینجا داشته باشه. عزیزای بنده، در یک نقطه از 315 که بسیار آب و هوای مقبولی در این نقطه داره، این خانه قرار گرفته. بسیار مستحکم و مدرن و بسیار مجهز این خانه ساخته شده. تمام اتاقا الماری های دکوری داره، از الماری های لباس داره. آشپزخانه هم که شما در تصویر میبینید بسیار یک آشپزخانه منظم و پاک آفتاب رخ. نمره راسته از عجله بکنین، این ساختمان از دست نتین و یک حولی مستقل است. از دست نتین و از افغانزیست خریداری بکنین. فقط با دلگو $30,000 آمریکایی میتونین که مالک ساختمان شوین شما عزیزا. البته قیمت این جایداد دلگو $30,000 آمریکایی، البته با جرامت که به نرخ روز به افغانی معامله میشه. عزیزای بیننده، شما که علاقه‌مندی خریدی این ساختمان هستین، شماره هایی که در اسکرین و کپشن از ارتباط شوین. خطی واتساپ به طور 24 ساعته فعال می باشه. همکارای ما به تماس‌های شما، به مسیج‌های شما پاسخ ارائه میکنن. خدمات افغانزیست عزیزا 24 ساعت است. شما هم اگر املاک برای فروش عزیزای بیننده در شهر کابل دارین، به شرطی که اسناد قانونی در دسترس داشته باشین، ما میتونیم که در بخش املاک عالی ترین و بهترین خدمات برای شما ارائه بکنیم. در قسمت پایانی برنامه قرار داریم. تا برنامه بعد که من در خدمت شما قرار میگیرم، شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم.